سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. بسیاری از زنهای ما خواهش کردن که خمیر تروباچکا تیار کنیم. ما امروز نه تنها خمیر تروباچکا، خمیر اونیورسال و رقیق سلیانی تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است: 650 گرم آرد، یک دانه تخم، یک قاشق نمک، یک قاشق آب لیمون یا که اکسوس، 220 میلی لیتر آب خنک و 400 گرم مصلب خنک باشد. 400 گرم مصلب خنک باشد. باید ما در اول آرد را به استو میگیریم یا بگان تغاره کلانی خمیر کنی، یگان جای کلانی آزاد باشد برای خمیر کنی. اکنون انا مصله را از تیارکه میگذرانیم. آرد را گذرانیم به نهایت آسان. ما مصله را گذراندیم. اکنون همین با هوای دست فقط آمیخته میکنیم. ما اینو تماما غجیم نمیکنیم، فقط همین آمیخته میکنیم. این هوای دست کی تمام مش را آمیخته کردیم فقط با هوای دست. و اکنون با آب خنک، تخم، آب لیمون، اکسوس هم کنید میشه، یک قاشق نمک همراه کرده خوب آمیخته میکنیم. همش را آمیخته کردم. اکنون آبینش را کاوه کرده میریزیم. ریختیم ما خمیر را فقط جمع میکنیم. ما فقط خمیرمان را با دو همین دستمان فقط جمع میکنیم. ما اینو تماما رژیم نمیکنیم. همین سبب خمیر ما بیاید ورقینی خوشبو تیار میشد. اگر ما اینو با دست سخت رژیم کنیم، خمیر ما قیش یعنی سخت درونش سیاچه تیار میشد. من همین فکر فقط جمع میکنیم تمام. چهار جمع میکنیم. همین بسیاری زنها سوال میکنن که برای چی ما همین محصولات هم میکنیم، ما خمیر ما ورقین تیار نمیشه. همین سببش در طرز تیار کردنی خمیر میباشه. خمیر ما تیار و اکنون با مدت 1 ساعت و یخدان میگذاریم. خمیر ما هم 1 ساعت دم گرفت. اکنون خمیر را میکشیم. من خمیر را به آرد درازه کشادم. اکنون من کنورت میکنیم. اکنون خمیر من را یک بار دیگر به مدت 1 ساعت به یخدان میگذاریم. من خمیر ما 1 ساعت دیگه دم گرفت. اکنون یک بار درونش را ببینیم چه خیلی شده است. خمیر ما هم درونش. شما میتوانید این خمیر سمبوسه تیار کنید، تروباچکا تیار کنید، تارتای ناپلیون تیار کنید، شیرینی ها تیار کنید، گاهی پیچنی ها با جم تیار کنید. من باشم امروز تروباچکای سوسیسکا دار تیار میکنم. همین خمیری تیار کردگی ما. من خمیر درازک بریدم. نه سوسیسکای گرفته خمیره میپیچونیم. تروباچکا هم پیچاندم ببینیم که چه خیلی تیار میشد. قالبچه سازی ویدیوش در کانال است، در پایان کامنتر میگذارم. من به لیست گرفتیم. من تخم مالیم. من با سوسیسکای کرینی مرغین تیار کردم. اکنون به مدتی 15 دقیقه به 200 درجه به تفتان میگذاریم. من پختم. خوب بشید. من چگونه میبینید تیار شد. من تروباچکاش ببینید، من خمیرش ببینید، من ورقین من ببینید درونش. شما هم حتما این گونه خمیر را تیار کرده
و مرزینی گذارید تا 2 ماه تماما یگانچی نمیشد. خمیر ما دراج ندارد و نزدیکی ماه مبارکی رمضان میتونید این خمیر تیار کرده. مرزینی بگذارید هر زمان شما با لازم شد پیش از تیار کردن 100 گرفته میمانید. به نهایت سمبوسه خوشرو تیار میشد. نصیب در ویدیوهای آینده طرز تیار کردن سمبوسه هم نشان میدهم. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتsia کنید، یار و دوستان را دعوت کنید.